خیلی سوال پرسیدید این واژه و اصطلاح نهله چیه؟ در کنار اجرت المثل، نفقه یکی از حقوقیه که متعلق به زنان هستش. ببینید وقتی که توی دادگاه قاضی مواجه میشه با اینکه خب نفقه شما کارشناسی شده، اجرت المثل شما هم تعیین شده، دیگه راهی برای نهله نمیمونه. اما وقتی که شما اجرت المثل به تعلق نمیگیره، حالا با توجه به اوضاع احوال اون پرونده و شرایطی که توی دادگاه توی اون پرونده در خلال رسیدگی بهش برخورده، قاضی میاد یک هدیه‌ای رو در واقع برای این سالها ایام زندگی مشترکی که با اون آقا داشتی برات در نظر میگیره. یک مبلغیه که اون کارشناسی میشه، اون یک مبلغ خاصی نیست که الان من بگم مثلا خانم‌هایی با این شرایط سنی، با این موقعیت و با این شرایط اینقدر بهشون تعلق میگیره. این کارشناسی میشه، سرآخر بهش میگن مبلغی به عنوان نهله در حکم طلاق برای خانم در نظر گرفته شد.